بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر روان پاک نبی مکرم اسلام و عرض ادب و احترام محضر استاد محمد سعید و شما دوستان و همراهان عزیز، برنامه آیات مبین را آغاز میکنیم. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به. استاد خیلی خوش آمدید. سلام خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. خداوند را شاکر و سپاسگزار هستیم که به ما این توفیق را داد تا چند لحظه در خدمت قرآن باشیم. من محمد حکیم مجری برنامه در خدمت شما قرآن دوستان هستم. همراه ما باشید تا توضیحات استاد محمد سعید را بشنویم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و علی آله و اصحابه و من تبعهم باحسان الی یوم الدین. قرآن کتاب هدایت برای انسانها در هر عصر و زمانی است و انسان را به بهترین راهها و استوارترین راهها هدایت می کند. چنانکه خداوند می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن هدایت می کند به استوارترین راهها. برای اینکه بهره‌مند شویم از هدایت‌های قرآن و زندگی خود را به وسیله آیات نورانی این کتاب عظیم الشأن نورانی کنیم، گوش جان نسپاریم به یکی از آیات کلام الله مجید. بسم الله الرحمن الرحیم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. و اگر اهل شهرها و آبادیها ایمان می آوردند و خود نگهداری و تقوا پیشه می کردند، حتما برکاتی از آسمان و زمین بر آنان می گشودیم، ولیکن آنان حق را تکذیب کردند. پس به خاطر آنچه همواره کسب می کردند گرفتارشان کردیم. والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. بر اساس این آیه شریفه عقیده، اخلاق، گفتار و رفتار انسانها با حوادث روزگار مرتبطند. چنانکه حوادث جهان نیز مستقیم یا غیر مستقیم در چگونگی تفکر، رفتار و گفتار و معیشت مردم اثر دارند. پس اگر مردم صالح باشند، باران به وقتش میبارد و آفتاب به وقتش میتابد. در نتیجه بارش باران و تابیدن به هنگام آفتاب، زمین هم رویش مناسب خواهد داشت و مردم از نعمتهای فراوان الهی بهره‌مند میشوند. و اگر مردم مؤمن و با تقوا نباشند، حوادث طبیعی به مدد آنان نمی آیند و به سود آنان کار نمی کنند، بلکه باران در شورزار می بارد و زمین
آبش را فرو میبرد. در نتیجه از نعمتهای فراوان محروم میشوند. این موضوع یعنی تأثیر و تأثیر متقابل میان عمل انسان و طبیعت در آیات فراوان و در گفتار پیامبران عظیم الشأن به شکل‌های گوناگون یاد شده است. به عنوان مثال حضرت نوح به قوم خود گفتند: ای قوم من، شما از خداوند طلب مغفرت کنید، زیرا که خداوند بسیار آمرزنده است، تا باران‌های پی در پی بر شما ببارد و بر شما به وسیله اموال و فرزندان فراوانتان کمک کند و باغ‌های سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بنابراین قرآن عظیم الشأن روی این موضوع خیلی تأکید دارد که انسانها باید اعمال خود را اصلاح کنند و ایمان خود را بر اساس آموزه‌های دینی، ایمان درست و بر اساس این ایمان تقوا پیشه کنند و زندگی خود را و اطرافیان خود را نورانی گردانند. قرآن کریم علاوه بر بیان رابطه ایمان و تقوا با زیاد شدن نعمت و برکت‌های مادی، بر رابطه روی گرداندن از یاد خدا با عذاب‌ها اشاره کرده است. به این معنا که اعمال بد انسان هم سبب آشکار شدن فساد و تباهی و ویرانی در جامعه انسانی می شوند و هم نمی گذارند برکت‌های آسمانی به زمین نازل شوند. آسمان و جامعه و مردمی که از راه راست خداوند دور شده اند همراهی نمی کنند. چنانکه خداوند در قرآن می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم: ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. فساد در صحرا و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام داده اند آشکار شده است. خدا می خواهد نتیجه برخی از عملهایشان را به آنها بچشاند، شاید که سوی حق بازگردند. قرآن کریم به این موضوع بسیار تأکید دارد که اعمال بد انسان سبب نازل شدن بلاها برای انسانها و جامعه انسانی می گردد و هر بلا و هر آفت و هر مصیبتی که به سر انسان می آید سبب و علت آن خود اعمال بد انسان است. چنانکه در آیه دیگر می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم: و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر مصیبت و بلای به شما می رسد به خاطر عملهایی است که انجام داده اید. پس اگر انسان از دستورهای پروردگارش اطاعت نکند، هم خود فاسد می شود و هم در جامعه فساد ایجاد می کند. از این رو خالق و صاحب این جهان راه سعادتمند شدن و بدبخت شدن در دنیا را برای انسان نشان داده است و گفته است میان انسان و عملهایش با محیط زندگی و حادثه های اطرافش رابطه بسیار نزدیک وجود دارد که سلامت و فساد جسم و محیط اطرافش در گرو سلامت و فساد روح و رفتار اوست. یعنی اگر انسانها فاسد باشند اطراف خود را فاسد میکنند و اگر سالم باشند اطراف خود را سالم نگه می‌دارند. خلاصه که خزینه‌های آسمان‌ها و زمین و کلید آنها در دست خداست. ولله خزائن السماوات والارض. و برای خداست
گنجینه ها و خزینه های آسمان ها و زمین، له مقالید السماوات و الارض، و کلیدهای آسمان ها و زمین در دست خداست و راه دسترسی به این کلید و باز شدن درهای خزینه های برکت های خداوند به روی انسان ایمان و تقوای الهی است. چنانکه همین آیه‌ای که در اول تلاوت کردیم که می‌فرمایند ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، این آیت مبارکه به ما چندین درس و پیام می‌دهد. اول اینکه ایمان و تقوای جمعی سبب نازل شدن برکت‌های الهی است، پس برای تحقق آن تلاش کنیم. دوم اینکه سبب بدبختی‌های مردم عمل‌های خود آنهاست. سوم اینکه کارهای معنوی در اقتصاد تأثیر دارند. و چهارم اینکه آیات‌های خدا را دروغ نشمارید تا گرفتار نشوید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر و سپاس از سخنان ارزشمند شما استاد محترم و همچنین صبر و حوصله دوستان و شنوندگان برنامه. در پایان به طور خلاصه میتوان گفت که ایمان و تقوای جمعی باعث نازل شدن برکت‌های الهی است و در معنویت و پیشرفت‌های اقتصادی تأثیر مستقیم دارد. امیدوارم که از برنامه آیات مبین خوشتان آمده باشد. شنوندگان رادیو مهر و قرآن دوستان عزیز، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. یا اهل الحفاظ اطلوا لتحيوا خير الابناء من حفظوا القرآن وصار للأمة نورا وهدى بقلوب تشخص في فرح حمدا تكبيرا ودعاء. يا رب لك الكون ينادي وفق من جاءك يسعى، وفق من جاءك يسعى، وفق من جاءك يسعى. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org